در میان امت اسلام بحث درباره جهاد علیه دولت صهیونیستی و عملیات آن در غزه سر زده است. سبب این بحث فتوای اتحاد بین المللی علمای مسلمان شد که در آن گفته می شود جهاد با سلاح برای حمایت مردم غزه از تجاوزگر اسرائیل بر هر یک مسلمان فرض است. در این فتوا تأکید شده است که دخالت حربی از طرف کشورهای اسلامی و عرب باید فوراً آغاز شود. آنها اینچنین دعوت کردند که اسرائیل از جانب زمین، بحر و هوا محاصره کرده شود و راههای بحری و فضایی هوایی کشورهای اسلامی برای اسرائیل بسته شود. همچنین خواستند که فروش نفت به اسرائیل قطع گردد. ولی واکنش ها به این دعوت دیر دوام نکرد، چون که مفتی مصر نظیر ایت با این فتوا مخالفت کرد. او گفت که این گونه قرارها را تنها حکومت های قانونی گرفته می توانند. به نظر او دعوت به جهاد باید با نظرداشت وضعیت سیاسی، نظامی و اقتصادی صورت گیرد، وگرنه این با اصل های اسلام مخالفت می کند. یاسر برهامی رهبر یک گروه دینی نیز به طور شدید فتوا را رد کرد. در یک آدیو پیام که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، او گفت که مقاومت فلسطینی و مردم غزه به مشورت با دیگر کشورهای مسلمان غیر از ایران جنگ را آغاز کردند. برهامی تأکید کرد که مصر با اسرائیل عهدنامه صلح دارد و مسلمانان باید قوانین بین المللی را رعایت کنند، حتی اگر اسرائیل این شرطنامه ها را ویران کرده مکانهای مقدس اسلام را از جمله مسجد اقصی را تحقیر کرده باشد. بسیاری از استفاده برنده های شبکه های اجتماعی گفتند دعوای برهامی که گویا مردم غزه تنها ایران را آگاه کردند دروغ است، زیرا دلایل برای این گفته اش نآورده است. آنها تنقیدهای برهامی را به فتوا به اساس دانستند و گفتند که این گپ‌ها نه به علم و حقوق جهاد ربط دارند و نه به قاعده های شرطنامه ها در اسلام. به نظر آنها این سخنان بیشتر سیاسی هستند که به طرز دینی پیشنهاد می شوند تا مقصد سیاست ها را به نام دین سفید کنند. آنها بر این نظرند که اگر دشمن اول به جنگ آغاز کند پس هیچ شرطنامه مسلمان را از دفاع کردن منع نمی کند. یادآور می شویم که بحث درباره آن که جنگ در غزه جهاد است یا نه حتی در آغاز جنگ در مفتیات داغستان هم به وجود آمده بود. در نتیجه آن دو رهبر شعبه اداره دینی جمهوری از کار برکنار شدند، چون جنگ مردم فلسطین را ضد اشغالگر اسرائیل جهاد نامیدند.